انرژی ریکی چیه؟ دنیای ما سراسر از انرژی‌های مختلفه و هر چیزی که دور و اطرافتون می‌بینین انرژی خاص خودشو داره. مثلا همین گوشی که دستتونه. امروز میخوام درباره انرژی وجودی انسان که باعث شفا میشه صحبت کنیم و با انرژی کف دست ریکی آشنا بشید و ببینید چقدر عجیب و آیا میتونه حقیقت داشته باشه؟ قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید که خیلی دلی و برای حمایت از ما فقط کافیه که این ویدیو رو لایک کنید. ریکی یه نوع انرژی درمانی ژاپنی هستش که در اون معتقدن که انرژی جهانی از کف دست شخصی که ریکی رو بلده به بیمار منتقل میشه و حالش رو خوب میکنه و معمولا هم برای آسیب‌های جسمی و عاطفی مورد استفاده قرار میگیره. تا حالا افراد زیادی بودن که ادعا کردن با ریکی حالشون بهتر شده، اما همه اونها بعد از تحقیقاتی که روشون انجام شده مشخص شده به طور کاملا بهبود نیافتن و یه نواقصی در بدنشون وجود داره. از ریکی به عنوان یه شبه علم یاد میشه و نمیشه به طور کامل ردش کرد نه قبولش کرد. جالبه که بدونید بیماری هایی که تا حالا گفته شده توسط انرژی ریکی درمان پیدا کردن بیماری های کمی نبودن. برای مثال دیابت، افسردگی، سرطان و اضطراب از جمله بیماری هایی بودن که ادعا شده ریکی تونسته درمونشون کنه. ریکی از دو کلمه ژاپنی ری به معنای جهان، کیهان، کائنات و کی به معنای روح و انرژی و در کل معنی انرژی جهانی و یا شفا و کائناته و معنای یکی شدن روح انسان با کائنات و جهان رو برای شفا میرسونه. گفتم که ریکی به عنوان یه شبه علم شناخته شده و جای خودش رو توی مقاله‌های دانشگاهی و آزمایشات الهی شناسی، فراروانشناسی و غیره باز کرده. توی دانشگاه ایالتی نیویورک گفته شده که کنار بدن انسان همیشه انرژی وجود داره و پزشک‌ها میتونن با کمک دست ریکی این انرژی رو دستکاری کنن. همینطور که توی آکادمی اعصاب شناسی آمریکا ریکی رو به عنوان یه علم انرژی درمانی میشناسن که برای موارد ضعیفی میتونه کاربرد داشته باشه. توی مارس 2009 کمیته دکترین کنفرانس کاتولیک ایالات متحده ریکی رو یه عمل اومانیسمی و غلط دونستن که حالت کفرآمیزی داره و انسان به جای شفا خواستن از خدا به یه انسان دیگه اعتماد میکنه. ریکی هیچ ارتباطی به موجودات ارگانیک و غیر ارگانیک نداره و کلا از موجود یا موجوداتی انرژی نمیگیره. طبق گفته میکائو اوسوی انرژی ریکی گرفتنیه و در وجود همه انسان‌ها هست که به فراموشی سپرده شده. ذات انسان قابلیت جذب انرژی بالایی رو داره و باید آمادگیش رو داشته باشه وگرنه همون انرژی دریافتی ریکی ممکنه براش مشکل ساز بشه. ریکی چه خاصیتی داره؟ ریکی میتونه انرژی بدن رو کنترل کنه و مشکلات جسمانی رو بهبود ببخشه. همینطور میتونه تنش رو از بدن خارج کنه و به خوابیدن بهتر کمک کنه. تقریبا مثل تاثیرات یوگا هستش. جالبه که بدونید مضراتش از فوایدش بیشتره. ناراحتی اولیه، خستگی، کاهش اکسیژن، سردرد، معده درد، ضعف و افزایش خستگی از مضرات ریکی درمانیه. انرژی درمانی ریکی توسط کلیسا هم یه امر شیطانی شناخته شده و از نظر کلیسا دنبال کردن ماجرای ریکی مثل این میمونه که بگم جز کائنات خدایی وجود نداره و کل انرژی انسان محدود میشه به جهان و انسانهای دیگه و در واقع همون دنیای اومانیسمی میشه. ماجرای تکیه به غیر خدا توی قرآن بارها مورد شماتت قرار گرفته و درست نمیدونن این عمل رو، ولی که بر اساس دین اسلام یه جورایی گناه به حساب میاد. اگرچه انرژی پایه و اساس جهانه اما به اون شکلی نیست که بشه گفت دیگه باید کاملا قبولش داشت. همچنین مدت‌ها توی کشور فرانسه انرژی درمانی ریکی رو به عنوان یک کسب درآمد نگاه می‌کردن و مشخص شد که بیشتر افرادی که این کار رو انجام میدادن شیاد و کلاهبرداری بیش نبودن و کلاً از انرژی چیزی سرشون نمی‌شد. انرژی که در سراسر جهان وجود داره اگر شفا بخش هم باشه قطعاً توسط یک انسان به یک انسان دیگه امکان پذیر نیست. البته از حقیقت ماجرا که واقعا ریکی درمانی تونسته تا حالا خیلی از بیماری ها رو شفا بده هرچند ثبت رسمی نشدن اما بر اساس گفته افراد روی اونها تاثیر مثبت داشته. حالا شما بگین به نظرتون انرژی ریکی واقعیه و آیا میتونه وجود داشته باشه یا اصلا میتونه از انسانی به یه انسان دیگه منتقل بشه؟ نظراتتون رو در مورد انرژی ریکی توی کامنت ها بگین و با ما در میون بذاریدش. اگه از ویدیوهامون خوشتون میاد یه سر به کانالمون بزنید و سابسکرایب فراموشتون نشه که خیلی دلید.